السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران استادان بزرگوار، دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق، بنده اکرم هستم از تاجیکستان و همین نقطه را گفتنی هستم که استادان بزرگوار، دستاندرکاران شبکه وصال حق، شبکه جهانی نور، شبکه کلمه و شبکه توحید، همه شما استادان عزیز را ما جوانان موحد تاجیکستان از صمیم قلب دوست داریم و توهینی که برای شما می شود، هر حقارت، هر نافرمانی و هر ناسزایی که برای شما می شود، برای همسران پیامبر می شود و برای اهل سنت و جماعت می شود، این ما برای خودمان قبولش داریم و برای این توهین همچو با پدر و مادر و همچو با دین و آیین ما دخل دارد. از همین لحاظ با شما همدرد هستیم، از شما منتداری بیان میکنیم برای اظهار سخنان حقیقت، سخنان راستین، برای دفاع از امهات المؤمنین عایشه رضی الله عنها و دیگر خدمت هایی که شما میکنید. ما از شما منتداری میکنیم و بدانید استادان بزرگوار که مایان شما را دوست داریم و مایان دوست داریم شما را. جزاک الله خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.